أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مورد دوم آقای هاشمی، من نمیدونم، البته من کانال توحید رو بالکل الان اجمعی ندارم. کلا کانال توحید که آقای ملازاده برنامه اجرا کنه من حذفش کردم چند سال پیش. نمیدونم مشکلی داره با شما یه خصوصیتش. خب الان قبل از این بریم این نکته رو توضیح بدم. ایشون و آقای انصاری از این کارا زیاد میکنن، سابقا هم زیاد میکردن، با اینکه اتفاق میکنن زنگ بزنند و از این حرفا. نه اینکه محال نیست که یکی اظهار نظر کنه وقتی آدم در ملأ عمومی ظاهر میشه، دوست داره دشمن داره، این چیز محالی نیست، لیکن روش اینها اینطوریه ولذا من به حرفاشون اعتماد زیادی ندارم. یعنی هیچ بعید نیست این آقا خودش بهش گفته و آقا داره زنگ میزنه اینجوری بهش گفته. بعد بریم جلوتر. شخصی داره با شما، مثل اینکه یه امشب یه بیننده زنگ زد با آقای ترشابی گفت که به آقای هاشمی حمله کرده، گفته که چرا وقتی آقای هاشمی از اسلام دفاع میکنه چرا رفیقش که وحید بهشتی باشه ضد دین و اینو دعوت میکنه تو برنامه. اولش آقای ملازاده شما به اون کانال خودت بچسب، روی کانال دیگه نپر و اصلا این کانالش. خب این حرفا رو ایشون یادش داده، من احتمال زیادی اینو میدم، لیکن اگه فرض کنیم این حرفا مال خودتونه، شما چرا ناراحتی؟ وقتی تریبون آزاده هر کسی زنگ بزنه حرفشو بزنه، شما چرا ناراحتی؟ چرا بر دیگران تا این تکلیف میکنید؟ خب بریم جلوتر. من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی، از نیک اسلام بودن انسان این یک چیزی که بهش تعلق نداره دخالت نمیکنه. به شما چه مربوط من زنگ بزنم یا نزنم؟ بنده که زنگ میزنم فکر میکنم که امر معروف میکنم، کار خوبی میکنم، بسیار بنده به اجتهاد خودم عمل بکنم. بله بریم جلوتر. کلمه به شما اصلا هیچ ربط و ارتباطی نداره. دیدگاه شبکه کلمه مثل شبکه توحید نیست. عزیزم چاپلوسی نکنی، با این چاپلوسی ها هیچی به درد نمیخوره، حرف درست بزن. بله خب و هر دیدگاه هر کی فرق میکنه. حالا نمیدونم چند سال پیش هم به شما یه توهین کرد، من از همون موقع اینو اصلا حذف کردم این کانالو. خیلی توهین میکنه، خیلی افترامی بنده به این اون، میگه من اینم نه افترامی بنده، افترات گناهان کبیره. مثال میزدید خوب بود، اینجا شما دارید علنا دروغ میگی. متاسفانه البته من شما رو نمیشناسم، لیکن شما اگه ثابت کردی یک افترا من بر دیگری زدم، من حاضرم عذرخواهی بکنم، چه بر سنی، چه بر شیعه، چه بر مسلمان، چه بر غیر مسلمان. از خدا بترس، افترا نزن. خدا ببخشده. فکر کنم مثل آقا فکر میکنه نمیدونم نماینده یا چی، از کجا اومده من نمیدونم. این یه مورد. نماینده ای بی عقلا همیشه سراغ توطئه میرن و اتفاقا همین آقای هاشمی کلیپی رو به زبان عربی در میان مردم منتشر میکنه. قبلا هم منتشر میکرده، من خودم دیدم در جایی که یک بار در اتاقی بودم. این کلیپ رو دستهای پنهان در یکی از کشورهای عربی ساختن برای خشکانیدن منابع و برای اتفاقا همونایی ساختن که به خاطر اینها من رو تهدید کردن که پشتشون به قدرت زمانی گرم بود. الان خدا همشون رو زد و این کلیپ ها رو ایشون پخش میکرد. ایشون، آقای انصاری، دیگران خودشون ساختن، آقای عمرا و دیگران، و همه اینه که تو سال ناحق بود. مزدوره دیگه. خب ولی شکر خدا، چیزی که اصلا من تصورش نمیکردم تا الان، من خودم باورم نمیشه چطور تونستیم ادامه بدیم. یعنی کارها دست خداست، دست بشر نیست. بریم جلوتر. ببخشید نمیخوام وقت بگیرم، درد زیاده. متشکرم رو من وقت دادید. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم محبت باشین. خدا نگهدار شما آقا سیامک عزیز. اما مطالبی مطرح کردین، اجازه بدید قبل از اینکه تماس تلفن واسه پاسخ بدین تا کنه نشه خدای نکرده. ببینید ما در حوزه دین و در مسائل نشر فرهنگ ما یه خط و خطوطی داریم. در این خط و خطوط بر دو محور نشر فرهنگ، شما نشر فرهنگ میکنید یا نشر مزدوری اسرائیل میکنید؟ ما در این که شما نشر فرهنگ میکنید هیچ مشکلی نداریم. این که شما نشر توحید میکنید هیچ مشکلی نداریم. نشر سنت میکنید هیچ مشکلی نداریم. با بدعت میجنگیدید هیچ مشکلی نداریم. اینا رو که انتقاد اون چرا که انتقاد نکردیم ما مشکلی نداریم. مشکل ما در یه نقطه که شما شدید بلندگوی اسرائیل، مزدوران اسرائیل، چه صهیونیستایی، چرا اینا رو جواب نمیدی؟ آقا بنده میگم شما بلندگوی مناشه امیر شدید، چرا اینا رو جواب نمیدی؟ چه خود صهیونیستا، چه صهیونیستا ایرانی بلندگوی اینا شدی؟ بر یک محور ثوابت و اصولی است که مولای درزش نمیره، جایی برای اجتهاد نداره، با قاطعیت میریم جلو و هیچ مثلا مثال بزن. اونجا که مولا درزش نمیره در دامن اسرائیل افتادید، در بلندگوی مزدوران اسرائیل شدید. اگه با مناشه امیر و امثال اینها رفیق نمی بودید، جانجانی نمی بودید، نمی اردیش تو برنامه. آیا شرعاً جایزه که شما به خاطر مخالفت با خامنه ای برید مزدور اسرائیل بشید؟ برید بلندگوی اسرائیل بشید؟ آیا این جایزه؟ بنده بارها قبلا از شما این تقاضا را کردم، ولی شما نصیحت و تقاضا و دوستی و هیچی سرتون نمیشه متاسفانه. آقا یک عالم اسلامی رو پیدا کنید، از ازهر، از کبار علمای عربستان سعودی، از هر عالمی که سرش به کلاه میارزه، سوال کنید که آیا ما تبرعات جمع میکنیم ولی بلندگوی اسرائیل هستیم، به اونها میکروفون میدیم. یک نفر شما بدی که فتوا براتون بیاره؟ الان اگه شما پول از تبرعات جمع میکنید، اگه دولتی به شما میده که دارید در سیاست اونا انجام میدید، کنید حساب دیگریه. لیکن پول از مردم جمع میکنید و شبه دوم میارید، میدونید چی میگم؟ دیگه این مصیبت بزرگیه. الان این نقطه رو باز نمیکنه، بریم جلوتر. یک سری مسائل اجتهادی است، مثل مسائل سیاسی است، مثل مباحثی، حالا فرض بفرمایید آقای وحید بهشتی، نمیدونم آقای جوانمردی، نمیدونم آقای فلان. آقا اینا اجتهاد نیست. دوستی با طاغوت پرستان اجتهاد نیست. دوستی با مزدوران اسرائیل اجتهاد نیست. این چه حرفیه؟ چرا مسخره میکنی دینو؟ چرا مسخره میکنی اجتهادو؟ آقا میخوای مزدوران اسرائیل بیار تو آزادی، هم جنسگرا میخوای بیار آزادی، لیکن پرچم خودشونو بزن، زیر پرچم دین قرار نده خودتو، به اسم دین اینا رو نیار. مصیبتت اینجاست. من تعجبم، بعضی از قدیم میگفتن شما اسلامی نیستید، من میگفتم نه این حرفا رو نزنید، خوب نیست. یعنی چرا به اسم دین میرید هر اکره نکره رو وارد منزل مردم میکنید؟ کارتون کار اسرائیل اینترنشناله، لیکن در لباس دین. آیا این دلیل وابستگی نیست؟ اگر اون تاجری که نمیخوام الان اسمشو بگیرم، اون تاجری که شما میدونید که رو میگم که شما رو کمک میکنه، نمیخوام اسمشو بگیرم، فعلا نمیخوام. اگه اون از خدا بترسه که چرا شما رو در خدمت اسرائیل قرار داده، در خدمت صهیونیست قرار داده، اگر دولتیه که موضوع کلا متفاوته، ولی دشمنی با طاغوت از اصول دینه و دوستی با مؤمنان از ضروریات دینه. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. اولا کفر به طاغوت، این دین با کفر شروع میشه، لا اله الا الله. اولا تخلیه بعد تحلیه. بله بریم جلوتر. خب با اونها
در حوزه مسائل سیاسی مربوط به خامنه‌ای ما هم نظر هستیم، چه بسا در آینده در گذشته باشه. آره، در میان مسلمانان، در میان غیر مزدوران، در میان غیر کسانی که زیر پرچم اسرائیل جام میدند و فداکاری میکنند، اظهار مودت و محبت میکنند، وجود نداره. در میان مسلمان کسی نیست. حتما باید مزدور بیاری. این عقله؟ من نمیدونم. شما یه ذره عقل نداری؟ یه ذره انصاف نداری؟ از خدا نمیترسی؟ گفتگو کردیم در آینده هم مباحث خامنه‌ای پیش بیاد، حتما با اینو گفتگو خواهیم کرد. اصلا این خودش سیده به صورت آقای خدمتی. ولی یه نکته اینجا عرض کنم، چرا اینا الان بعد از این همه سال که من دارم انتقاد میکنم الان جواب میدن؟ میدونی چرا؟ از بینندگانم این سوال رو میکنم. نظر بنده اینه چون الان به یه نقطه را گفتم که شما کلمه رو نونوایی کردید، این آقا برادر خودشو میاره، اون آقا 4 تا پسر خودشو میاره، اینا ناراحتشون کرده. این همه من حمله کردم تا حالا هیچی نمیگفتن، این مسئله ناراحتشون کرده و لذا شروع کردم جواب دادم چون مشت شما داره باز میشه. متاسفم براتون. بریم جلوتر. نمیدونم ابلیس رجیم هم اگر باشه، مگر خود رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی ابو هریره با شیطان رجیم گفتگو کرد گفت صدقک و هو کذوب. خب یعنی خود شیطان رجیم هم به تو حرفی داده که حرف در واقع صادقی بوده. شیطان رجیم روایت است. و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم با یهود آقا چه میگی؟ کجایی شما؟ شیطان آقا این چه مثالیه که میارید؟ یعنی شما میره با شیطان رجیم میسازی بر علیه خامنه‌ای؟ فکر نمیکنی داری دروغ میگید؟ فکر نمیکنی داری افراط میگید؟ فکر نمیکنی داری غلو میگید؟ عرفات خدا ببخشدش رحمتش کنه همین حرف زد، گفت ما با شیطان میسازیم بر علیه اسرائیل. ببین سرانجام چه شد؟ همین اسرائیلی‌ها مسمومش کردن. یه خورده عقل به کار ببرید، یه خورده انصاف به کار ببرید، یه خورده از خداتون بترسید. شبا که میخوابید یه 5 دقیقه قبلش اینو به خودم میگم قبل از شما، یه خورده فکر کنه آدم که در این روز چیکار کرده. وقتی بهش نصیحت میکنید که نصیحت که سرش نمیشه، لجاجت میکنه، بدتر میکنه. یه دفعه قبلا بهش گفتم که آقای عقیل پا رو پا ننشین. زمانی که تو نور بود بعضی از فقها اینو مکروه میدونن در ملأ عام در جلوی مردم شما پا رو پا بنشینید. که جمهور با این رأی نیست، ولی خب الان عرف مسلمانان اینطوریه. شما جلوی یک انسان روزانو بذارید یعنی خیلی با ادب حساب نمیشید. چطور تلویزیون انشالله فلانه، یعنی هیچ نصیحت، حتی نصیحت کوچک هم سرش نمیشه. بریم جلوتر. الان مشرکین مکه با اینها تعامل میکرد و همکاری میکرد، با وجودی که لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود معاملات خرید و فروش داشت. بله ببینید دارید تحریف دین میکنید. باشون تعامل میکرد، باشون هم پیمان شد، ولی وقتی که خیانت کردن از مدینه بیرونشون کرد که هیچ از جزیره العرب بیرونشون کرد. چرا دروغ میگید؟ چرا نصف حقیقت گفتن تحریف حقیقته؟ چرا 500 نفرشون گردن زد؟ به خاطر خیانتشون. شما الان با همین خائنان هم پیمانید، با همین خائنان بلندگو میدید. دریای خور را انداختن، شما بهشون بلندگو میدید. چرا فلسطینی‌ها بلندگو نمیدید؟ ببین داری با دین بازی میکنید، جهل خودتو ظاهر میکنید. ما شایسته سالاری در بحث در این مسائل اجتهادی است. نه، اگه شما شایسته سالاری میکردید برادر خودتو فقط نمیاد، دیگران میآوردید. از برادر شما بهتر هست تلویزیون. آقای دوباره عرض میکنم آقای خدمتی 4 تا پسرشو نمی آورد، کسان بهتری هستن. این شایسته سالاری برای سریشون گذاشتن سر مردمه. این دروغ واضحه. اصلا پشیمون نیستیم از اینکه در گذشته با آقای وحید بهشتی در حوزه ایران مصاحبه کردیم. در آینده هم دوباره این لجاجته، این اسم لجاجته.
خدا منافقت نکنه. یک از علامت های منافق اینه که اذا خاصم فجر، وقتی خصومت میکنه منفجر میشه، لجاجت میکنه. آقا اقلن، چرا من میگم تو بی عقلید؟ اقلن حرفی رو که آقای خدمتی که انظر علمی انظر عمر از تو بزرگتره گفته بود تو دهنش نمیزدید. ایشون گفت خلاص ما اینا رو متوقف کردیم. این یه شبه عذری هست، حداقل در میان مردم یه شبه عذری دیگه نمیاریم. شما اومدید الان زدید صورت ایشون. بله. حتما با قدرت تمام مصاحبه و گفتگو خواهیم کرد، مباحث مربوط به ایران با آقای جوانمردی، با نمیدونم با هر کسی که باش. به هیچ عنوان نه پشیمون هستیم از گذشته چون اشتباهی نکردیم. بیا این اذا خاصم فجر، لجاجت در باطل همینه، هیچ اشتباهی نکرده. با مزدوران اسرائیل، با کسانی که مجاهدان راه بیت المقدسن دشمنی کردن. آقای خدمتی اینها رو مشتی مالخور و دزد مینامید، خود ایشون که ایشونها را تروریست مینامید، کسانی که میخوان مسجد الاقصی را آزاد کنن. با نوکران اسرائیل جمع هستن، ازشون دفاع میکنه و هیچی پشیمان نیست. الان اگه داعش بیاد تکفیرتون کنه گناه کرده؟ چه عرض کنم؟ همین حرفتونو حرف بنده و حرف شما رو پیش هر عالمی شما ببرید، از علمای ازهر، از علمای عربستان، ببین چه میگن راجع به این حرف شما، چه میگن. لیکن تکبر عزازیل را خار کرد، به زندان لعنت گرفتار کرد. این همه تکبر نداشته باشید. تکبر انسانو میزنه. همین تکبر رو سال ناحق داشت، ببینید کجا رفتند. از شما خیلی قوی تر بودند، پشتیبانان خیلی قوی تری داشتند، اگرچه هم پشتیبانان اونها بنده را تهدید کردند به خاطر شما و اونها اون موقع قدرت داشتند. بر اساس اجتهاداتی بوده. بله امروز اینها دید مزدوری شده اجتهاد. زیر پرچم اسرائیل رفتن شده اجتهاد. همجنسگراها رو بردن به نام اسلام در خانه های مردم شده اجتهاد. آقا شما آزادی به پرچم همجنسگرایی بزن، کسی باید کاری نداره. پرچم اسرائیل بزن، کسی باید کاری نداره. لیکن چرا این کارا رو به اسم دین انجام میدید؟ چرا به اسم اهل سنت انجام میدید؟ نمیترسید که شیعیان محترمی که شما رو نگاه میکنن، عوام شیعه میگه اینا مزدور اسرائیل هستن، حداقل خامنه‌ای که مزدور اسرائیل نیست که. شما میدونی اعمالتون صد عن سبیل الله در جامعه. همچنان که عالمانی که با خامنه‌ای وایستادند و وایستاده بودند در این 43 سال سیاه، موضع گیریشون خودش فی ذاته صد عن سبیل الله بوده. موضع گیری های غلط شما عیناً همونه، شما در بیرون اونا در داخل. از خدا بترسید. ما هیچ کلمه جز این نداریم. از خدا بترسید. به قول مولانا عبدالعزیز وقتی آخوندی اومد نصیحتش کرد گوش نکرد، گفت فلانی، ببخشید عذر میخوام این حرفو میزنم، گفت فلانی این صندلی ها که شما سرش نشستید کونهای زیادی دیده، به این صندلی ها مغرور نشید. ایشون آدم صریحی بود، آدمی بود که ولی میدونست حرفو کجا بزنه. بعدا ناچار شدن بیان ازش عذرخواهی کنن. فکر کنم ناطق نوری بود، فکر کنم. و همراهانش اون که رفت بیرون گفت مولانا حرفای خوبی زدی، دل ما راحت کردی. من دعا میکنم خداوند شما رو عبرت برای دیگران قرار نده. دعا میکنم خداوند به شما عقلی بده، انصافی بده. چون در مورد اسرائیل و فلسطین یه دیدگاه دیگری است. ما اون دیدگاه رو قبول نداریم. ما که در حوزه دین نیاوردیم. یعنی چی قبول نداری؟ در واقع یعنی چی قبول نداری؟ اگه قبول نداری چرا آوردیش؟ قبول نداری چرا بردیش خانه های مردم؟
درست مثل اینه که بلا تشبیه یه مثال ساده تر بزنم، یک انسان بد اخلاق و یک انسان رقاصه رو یک انسان نمیدونم هر چی که میخوای تصور کنی ببری داخل خانه های مردمی که من که به رقصش رو قبول ندارم، که من فقط دارم حرفاشو گوش میکنم. این چه مسخره ایه؟ این خودفریبیه. خدا هدایتت کنه. به مردم بیان دین و نماز روزیات. این یک مطلب دوم که شما در مورد شخصی که من آقایون شما نگاه کنی اونقدر حرکاتش، یعنی حرکاتش تکذیبش میکنه. حرکات جسمی انسان حرف میزنه دیگه، همین حرکاتش تکذیبش میکنه. این حرفایی که میزنه مطمئن نیست از این حرفا، داره ماسمالی میکنه، خیلی ناآرامه. قسمت فنی این ماوس دوباره داره مثل اول میشه، چرا نمیدونم. شأن خودم و شأن برنامه رو بیشتر بالاتر از این میبینم که اسم این افراد رو من ببینید قرار هیچ کس معصوم نیست. به خدا قسم من بسیار شأن این برنامه بالاتر از اینه که بخوام اسم افرادی که شما بردید بیارم. اما تکبر همینه، نفهمی همینه. چون ترسو هستی، میترسی اسم بیاری تو دادگاه گیر بکنی، به این خاطر اسم نمیاری. الله اولا به خدا پناه میارم از حسادت همه ده. آقا برای شما کسی حسادت میکنه چی را؟ یعنی این کلمه رو هم از آقای احراری وام گرفته، کلمه رو ایشون بهش یاد داد. خدا همشون رو هدایت کنه. وجود داره و فقط به الله شبان روز به الله پناه میارم از حسادت. و مطلب دیگه دا خاطب مجاهلون قالوا سلام. اگر جاهلی حرف زد تو آقا اگه انتقادشون کنید حسادته، نصیحتشون کنید حسادته. من نمیدونم چطور آدم کجی ها راست کنه. شما الان در ملأ عام هستید، در ملأ عام اشتباهات عمومیتون مثل هر کسی دیگه باید گوش زد بشه. هر کسی که در ملأ عام ظاهر شد، بخصوص به عنوان مبلغ، به عنوان دعوتگر، به عنوان یه روزی تلویزیون توحیدی، یه روزی، خب دیگه انتقاد پذیر هم باش. اینا رو چرا آخه چه عرض کنم حسادت، آخه به چی شما آدم حسادت کنه؟ ای خدا پناه بر تو. باشه چشم، حسادت نمی کنیم آقا، چشم. دیگه چی؟ از کنارش رد شد. اما همین افراد در یادم میاد شبکه رنگارنگ شخصی بود به نام داور یا غیر داور بود، خب به خانه های همه مسلمانان به خاطر اینکه خودش میخواست برنامه اجرا کنه برده بود تلویزیون شبکه داور. اینم یه دروغ. شبکه رنگارنگ مشهورترین تلویزیون مخالف ایران بود که در همه خونه ها رفته بود، در همه خونه ها رفته بود. بنده استفاده کردم. لیکن ایشون میگم عقلش کوچکه. یعنی این تحلیلش رو خوب گوش کنید، جز بلاحت و نادانی چیزی دیگری نیست. آقا تفاوت داره اینکه شما از تلویزیون دیگران استفاده کنید، از قدرت دیگران استفاده کنید، اینکه قدرت خود رو در اختیار اونها بذارید. تفاوت از زمین تا آسمان است. اینو که شما نفهمید چی رو میخوای بفهمید؟ الان آقای جوانمردی رو که میشناخت از خونهای اهل سنت، آقای وحید بهشتی رو که میشناخت، ایناست میکروفون شما استفاده کردن. با هر چی گفتن شما روز قیامت مسئولید. اگر روز قیامتی سرتون میشه بلا بدیهیات توضیح دادن کار آسونی نیست. بریم جلوتر. رنگارنگ بعد میگه الان که ببینید شبکه‌های فلان دارید به خانه‌های مردم فلانی‌ها رو میبینید، پس مال خودت چطور بود؟ نه اون مال خودم که خوب بود اشکالی نداره، ما چون خودم بودم اشکالی نداره، ولی خب اگر شما باشین اشکال داره. مال خودم خب رنگارنگ بود، خب لازم بود بایستی من داور میبودم چون خودم هستم، خودم که باشم اشکالی نداره. شما نه. تحلیل‌ها رو گوش کنید. تحلیل‌های فیلسوفانه رو گوش کنید. نباید باشه. خب ایران اینترنشنال که الان شده یک شبکه کاملا اسرائیلی شده، باهاش مصاحبه می‌کردی که در این شبکه و سبب شد که خیلی از دینداران اهل سنت و موحدین هم به خاطر مصاحبه ایشون شبکه ایران اینترنشنال تو خونه خود باز کن. الان اینم یه دروغه. اینترنشنال
ایران اینترنشنال، اسرائیل اینترنشناله، قبل از اینکه بنده برم مشهورترین تلویزیون زبان فارسی بود و هست، هنوزم هست. بنده ازشون استفاده کردم، اونها از من چه استفاده کردن؟ و تازه تو تلویزیون خودشون چنان ازشون انتقاد کردم که بعد از اون دیگه نگذاشتن. راجع به طالبان، راجع به مقاومت افغانستان، آنچه که اسمشون مقاومت میذارن. شما همچین جرأتی داشته باش توی تلویزیون رو برو مصاحبه کن. بله، ولی خب وقتی آسمان ریسمان میبافه اینجوریه دیگه. قیاسا بینندگان، من بعد آرای شما رو همه رو میگیرم راجع به حرفاشون و ببینم نظر شما چیست. نگاه کنید چیکار. نه خب چون خود من بودم اشکالی نداره، من چون من هستم دیگه، خب من که باشم اشکالی، ولی شما نه. اینا نیت خانیه، اینا غیبگویه، اینا رجم به غیبه، نیت ها رو جز خدا نمیدونه. لیکن خیلی واقعا متاسفم شما شاگرد آقای مرحوم شهید خدا رحمتش کنه شیخ صالح ضیایی باشید و اندازه تفکر و عقلت این باشه. وقتی دبی بودید عقلت از دبی تا کره بیشتر نمیرفت، هنوزم همونه متاسفانه. آقا شما اینقدر تفاوت قائل نیستید که انسان از امکانات دیگران استفاده کنه؟ خیلی فرق میکنه تا اینکه خودش امکانات در اختیار دیگران بگذاره. اینو نمیدونید؟ هیچ چیزی اینو جز بلاحت نمیشه گذاشت. حالا این کار شما اشتباه، ما نمیخوام جواب این بدیم برای اینکه خدمتتون عرض کردیم بعضیا میخوان مطرح بشن، مشهور بشن. لا حول، اینو جواب نمیده. واقعا اینو که جواب نداره. برین جلوتر. ما میخوام مشهور بشیم به خاطر انتقاد. خوبه، خدا هدایتش کنه. برین جلوتر. کارش هم نمیشه کرد. میگن شخصی قدیمی در چاه زمزم ادرار کرد و مطرح بشه، مشهور بشه. اینا دیگه آتا برن جلو، چیزی پرده هم نمیذارن. اینم تربیت خانوادگی. خدا هدایتت کنه، خدا بهت اندازی تربیت بده. بفرمایید. همین آقایی بود که میگو فلانی بنده رو میگو چی؟ متفکر جهان اسلام، یکی از متفکران جهان اسلام. وقتی ازش پرسیدم که چرا این حرف زدید، سالها بعد البته، اون موقع به صدق این حرف میزد. میگفت که میخواست الان فکر کن 1 سال 2 سال پیش بود که سوال کردم ازش، گفت که من میخواستم آخونده رو ناراحت کنم. دروغ میگه که آخونده رو ناراحت کنی؟ عقل متناقض اینه. به نهایتاً حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا هست، به جلودار اینا خدا خواهند شد. اما به هر صورت ما مسیری که ببینید شبیه کوه فولادین، یک گوساله شاخ بزنه اون کوه اثر جاش تکون نمیخوره. میریم جلو. گوساله ادرار چاه زمزم. این تربیت یه دعوتگره، تربیت یک مولاه، کاری به کاری کسی هم نداره. و باور بفرمایید آینده دوباره بحث‌های سیاسی داغ مربوط به ایران بشه، بهشتی گرفته بابای بهشتی هم میاریم. ولی الان بحث اسرائیل و فلسطینه، چون اونها با ما اختلاف نظر دارن اونها نمیاریم، آینده میاریم. هر کسی باشه شایسته سالاری. شما برای پزشک مثلا میخواید برید عمل جراحی انجام بدید، اول میرید اون روزنامه‌شو میخونید که آقا چند جز قرآن در روز میخونه، نمازهاش رو میخونه یا نه. اول میرید نگاه میکنید آقا. ببین اینا قیاس‌های محل فارغه. قیاس‌های رافضیان اکثرا همینجوریه. چجوری آدم جواب اینها رو بده؟ امور فکری، امور عقیدتی با امور مادی زمین تا آسمان متفاوته. خاموش شدن هیچ بهترین راه در مقابل اینها. بفرمایید. جان این یهودی نه، باباش هم یهودی باشه، کمونیست هم باشه، ولی پزشکی در حد جدید متخصصه. خود همین افراد از ایشون بپرسید عمل جراحی سرطان و غیر سرطانی که انجام دادید و میدید، آیا میرید سراغ اول نگاه سرطانی که انجام دادید چه ربطی به موضوع ما داره؟
این داره در داخل میجوشه. حرکات شما نگاه کنید غیر مطمئنه. عزیزان اندکی تربیت خدا بهت بده فقط و اندکی عقل و شعور بریم جلوتر. میکنید به تخصص پزشکیش یا اول نگاه میکنید به نماز خوندن و روزی گرفتنش؟ مشخصه مال خوب. نه این که دیگه باید حتما اول به تخصص پزشکی نگاه کرد. حالا اون شما هستید. نه شما فرق میکنه. به هر صورت خدا رو شکر الحمدلله این خودکشی هاییست که بعضی انجام میدن و من فکر کنم خودکشی ها ببینید خودشو چجوری نگاه میکنه. یعنی شما که با من انتقاد کردی، من چون بزرگ به شما خودکشی کردید. تکبر عزازیل را خار کرد، به زندان لعنت گرفتار کرد. خداوند هم عقل بهت بده هم تواضع بهت بده. قبل از این کسی ضربه بزنن به خودشون ضربه زدن. شخصیتشون باور کنید اینقدر نابود شد شخصیتی که برای اینها شخصیتی باقی نموند. خدا را شکر خداوند از قدیم گفت خدا نظرش به کاره، به جایی که بخوان خب حداقل براش دعا خیری هم بکن. حداقلش کسی ضربه بزنن به خودشون ضربه زدن. الحمدلله. بیننده بعد سلام بر شما. خب بفرمایید دیگه چی میخواید؟